انجیل براتون بخونم. از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. برای کی سینه زنی وجود داره؟ جز حسین. الان 5-6 سال تو منهتن نیویورک برای امام حسین دارن سینه زنی میکنن. تو آمریکا، تو دل نیویورک مرکز یهودیان امریکا. از نشانه های ظهور آقا صاحب الزمان اینی که صاحبان پرچم های سیاه از ترک و پارس و لر و عرب و هر شاخه‌ای که دارن بلند میشن به یاری امام زمان میرن، با سفیانی درگیر میشن. در اثنای این نبرد است که صدای انا بقیت الله از خونه کعبه شنیده میشه. الا یا اهل العالم. بغتتن یه لحظه دلا میلن، صیحه آسمانی رو میشنن، انا الامام القائم و ظهور شکل میگیره. و چطور خودشو معرفی میکنه؟ با این عبارت: ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. به راستی که جدم حسین را